سرپرست گویندگان معصومه احسانی. من پپا خوکه هستم. اینم برادر کوچیکم جورج. اینم مامان خوکه است. اینم بابا خوکه. پپا خوکه. آقای دایناسور گم شده. اسباب بازی مورد علاقه جورج آقای دایناسوره. دایناسور. جورج عاشق آقای دایناسوره. جورج دوست داره گاهی پپا رو با آقای دایناسور برسونه. تو منو ترسونی. سر میز شام آقای دایناسور کنار جورج میشینه. معذرت میخوام جورج، این کار تو بود یا آقای دایناسور؟ دایناسور. وقت حمام کردن جورج آقای دایناسور رو با خودش میبره تو وان. دایناسور. شب بخیر پپا. شب بخیر مامان. شب بخیر جورج. شب بخیر آقای دایناسور. وقتی جورج میره توی رخت خواب آقای دایناسور توی بغلش میخوابه. بازی مورد علاقه جورج اینه که آقای دایناسور رو پرت کنه توی هوا و وقتی برمیگرده پایین اون رو بگیره. پپا و بابا خوکی دارن چکرز بازی میکنن. من بردم. اوه آفرین پپا. جورج چی شده عزیزم؟ دایناسورم. جورج تو آقای دایناسور رو گم کردی؟ جورج آقای دایناسور رو گم کرده. نگران نباش جورج، ما آقای دایناسور رو پیدا میکنیم. این یه مأموریت کاراگاهیه. بابا کارگاه یعنی چی؟ میشه بگی؟ کاراگاه شخص بسیار مهمیه که در پیدا کردن چیزها ماهره. مثل منم تو پیدا کردن همه چیز ماهرم. بسیار خوب، پس پپا هم یه کاراگاهه. جورج یادت باشه من یه کاراگاهم و میخوام آقای دایناسور رو پیدا کنم. شاید بهتر باشه کارگاه چند تا سوال ساده از جورج بپرسه. جورج آقای دایناسور کجاست؟ اما جورج نمیدونه آقای دایناسور کجاست. کاراگاه باید حدس بزنه که آقای دایناسور کجاست. فهمیدم، میدونم اون کجاست. جورج همیشه آقای دایناسور رو با خودش میبره تو وان. پس آقای دایناسور باید تو وان باشه. اما آقای دایناسور توی وان نیست. فهمیدم، من میدونم آقای دایناسور کجاست. جورج هر شب دایناسور رو با خودش میبره تو تخت خوابش. پس اون اینجاست. آقای دایناسور توی رخت خواب جورج هم نیست. شاید بهتر باشه باغچه رو بگردیم. آره باغچه. منم میخواستم همینو بگم. آقای دایناسور کجاست پس؟ پیدا کردن آقای دایناسور واقعا سخته. وای آقای دایناسور اینجا نیست. جورج تو خیلی دوست داری آقای دایناسور رو پرت کنی توی هوا، اما فکر کنم این دفعه آقای دایناسور رو یکم زیادی پرت کردی هوا. اونجاست، اونها هستش، من دیدمش. آفرین پپا، تو واقعا کارگاه خیلی خوبی هستی. جورج خیلی خوشحاله که آقای دایناسور دوباره پیششه. شاید بهتر باشه کنار درخت با آقای دایناسور بازی نکنی. دایناسور. مجری طرح